عملکرد و رکوردهای تراکتور پس از بازی دیشب برابر ارشارژه امارات. 8 ماه منتظر یک برد در آسیا بودیم. تراکتور به حسرت تیم‌های ایرانی پایان داد. با پیروزی 5-0 تراکتور مقابل شارژه امارات، طلسم 8 ماهه نبردن باشگاه‌های ایرانی در رقابت‌های آسیایی شکسته شد. پیش از این آخرین برد نمایندگان ایران به بهمن 1403 و پیروزی 2-0 استقلال برابر اریان قطر باز می‌گشت. 11 جدال اخیر تیم‌های ایرانی در بازی‌های آسیایی، یک برد آن هم با برد تراکتور برابر شارژه، 5 تساوی و 5 باخت سرانجام می‌شود. شب تاریخی برای تراکتور، شخص‌زنی رکوردها در آسیا با برد 5 گله. بهترین برد خارج از خانه یک تیم ایرانی در آسیا مشترکاً با سپاهان 5-0 الاتحاد سوریه 2007. دومین برد قاطع یک تیم ایرانی در آسیا بعد از برد 9-0 سپاهان مقابل آلمان در سال 2023. بهترین برد یک تیم ایرانی برابر نماینده امارات بعد از برد 6-1 پرسپولیس مقابل الشباب در سال 2012. بعد از برد 7-0 مقابل روشن تاجیک و 6-0 برابر استقلال خوزستان، سومین برد قاطع تیم در 25 سال اخیر ثبت شد. برای اخبار بیشتر واسه حتما کانال سابسکرایب و اینستاگرام رو دنبال کنید.